آیا میدانید خودکشی چه عاقبت‌های بدی دارد؟ امروزها خودکشی برای بعضی نفران ضعیف ایمان خیلی آسان شده است. با اندک جنجال و نافهمی در عائله دست به خودکشی میزنند و پس از خود نفرانی را پس پنجره میبرند. قبل از خودکشی یک نامه‌ای نوشته سبب مرگ خود را شرح میدهند و نفرانی را گناهکار میکنند. با این کارشان گویا آنها را سزا میدهند، یعنی در عوض جان خود کسانی را که با آنها خصومت دارند سزا میدهند. پناه به خداوند. آگاه باشید که خودکشی خیلی گناه بزرگ و عاقبت خیلی خطرناک دارد. انسان حق ندارد هر زمانی که بخواهد خود را از حیات محروم بسازد. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر شخص در دنیا خود را با چه چیزی بکشد در روز قیامت با همان چیز عذاب داده می شود. این سخن من نیست، سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما گمان میکنید که با خودکشی از همه رنج و سختی ها نجات مییابید. نه، بلکه چگونه ای که خود را بکشید در روز قیامت همان گونه عذاب داده میشوید. بهتر آن است که در بلا و مصیبت ها و سختی ها صبر داشته باشید و از ذهن خود قصد خودکشی را دور نمایید.